سلام عرض می‌کنم خدمت شما خوبان. امیدوارم که حال دلتون مثل همیشه عالی باشه. امروز اومدیم افتتاحیه داروخونه خانم دکتر منصوریان، همون خانم دکتری که باهاشون مصاحبه کردیم در مورد رشته داروسازی. امروز می‌خوایم در مورد افتتاحیه داروخونه‌شون با هم دیگه گپ و گفتی داشته باشیم و چالش‌هایی که در این راه براشون به وجود اومده و این مسیر رو چه شکلی طی کردن با هم ازشون میپرسیم که شما هم که انشالله به این درجه رسیدین و خواسته باشین داروخونه خودتون رو بزنید، این چالش‌ها رو پشت سر بگذارید و یک داروخونه خوب و عالی برای خودتون افتتاح کنید. پس با من همراه شو. خدمت خانم دکتر منصوریان که تمام ریز و درشت این مراحل رو براتون بگیم و یعنی سیر تا پیاز یک مرحله براتون توضیح میدن که شما هم که انشالله به این مرحله رسیدین خواسته باشین داروخونه‌تون رو افتتاح کنید، این چالش ها رو پشت سر بگذارید و بتونید داروخونه خودتون رو افتتاح کنید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما. خیلی زحمت کشیدین، امروز هم وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین و این پروسه‌ای که چطوری داروخونه رو زدین و افتتاح کردین و چالش هایی که پشت سر گذاشتین رو می‌خوایم سیر تا پیازش رو برای مخاطبین ما توضیح بدیم که انشالله کسی که میخواد یک داروساز ماهر و قهاری بشه مثل خود شما این چالش رو پشت سر بگذاره و به راحتی بتونه افتتاحیه داروخونه خودش رو داشته باشه. منم سلام عرض میکنم خدمت همگی. در مورد این مسئله خب مسیر خیلی طولانیه، مسیر سختیه، ولی بچه هایی که خب علاقه دارن به این فیلد قطعا میدونم که اگر بخوان انجامش بدن موفق میشن. همونطور که خب اکثرا میدونید داروسازی یه رشته‌ایه که شما 6 سال باید تحصیل بکنید و بعد از اینکه تحصیلتون تموم شد باید طرحتون رو بگذرونید. طرح خب هر داروساز توی یک فیلدی میفته، یک نفر بیمارستانه، یک نفر صنعت و اون طرح بازه زمانی خیلی خوبیه که شما انتخاب بکنید در آینده میخواین توی چه فیلدی کار بکنید. خیلی از داروسازهای ما بعد از اینکه طرحشون تموم میشه خب علاقه‌مند میشن به حوزه ساخت دارو و توی کارخونه ها به فعالیت میپردازن. بعضی ها میرن به سمت شرکت های پخش و من علاقم چون بیمارستان هم بودم بالین رو دوست داشتم، ارتباط با بیمار و مشاوره دادن به بیمارها رو خیلی دوست داشتم و علاقه من بودم به این موضوع. توجه به صحبت‌های خانم دکتر، بله کسایی که وقتی که درس داروسازی رو تموم میکنن 2 سال طرح دارن، یعنی خانم دکتر هم 2 سال طرحشون رو گذروندن و توی داروخونه دیگران هم به عنوان داروساز کار کردن و تجربه کسب کردن و امتیازاتی رو کسب کردن تا تونستن به این مرحله برسن که حالا از زبون خودشون به صورت واضح‌تر و خیلی جزئی‌تر خودشون توضیح میدن که چه مراحلی رو پشت سر گذاشتن. سلامت باشید. و بعد از اینکه خب طرح تموم میشه شما به هر حال اونجا جایی که تصمیم میگیرید که چه آینده‌ای رو میخواین برای خودتون رقم بزنید. من خب این هیتر رو چون علاقه داشتم تحقیق کردم که خب چطوری میتونیم به داروخونه تأسیس بکنیم. البته الان آیین‌نامه‌ای که وجود داره برای داروسازان شما بعد از اینکه درستون تموم شه و طرحتون رو میگذرونید امتیاز برای شما محاسبه میشه که هر داروساز یک میزان امتیازی داره که خود مثلا اینکه مدرک داروسازی رو داشته باشی 2000 امتیاز داره، اینکه توی کدوم شهر به دنیا اومدی و توی کدوم شهر میخوای اون داروخونه رو تأسیس بکنی، یعنی بومی اون منطقه باشی خودش یک امتیازی داره. خانواده های جانبازان و شهدا امتیاز دارن. این امتیازات همه جمع میشه و یک مجموع امتیازی هر داروساز داره که خب بر اساس اون امتیاز شما انتخاب میکنید که
برای کدوم شهر میخواین داروخونه بزنید. بعد از اینکه خب من خب خراسان رضوی بودم و همین هیتر رو، همین حومه خراسان رو انتخاب میکردم برای اینکه بخوام تأسیس بکنم. وقتی که دیگه امتیازاتون جمع زده میشه، شما توی سامانه HIX ثبت نام میکنید برای اینکه به عنوان یک داوطلب بخواید داروخانه تأسیس بکنید. دیگه تمام مدارکتون رو اونجا آپلود میکنید و خود معاونت غذا دارو مدارک شما رو بررسی میکنن. اگر نیاز به تکمیل مدارک باشه به شما ارجاع میدن، شما کامل مدارکتون رو کامل میکنید و بعد از اینکه مدارک شما تکمیل شد و اونها تاییدیه دادن، یک نامه با عنوان موافقت اصولی برای شما میاد. وقتی شما نامه موافقت اصولی دیگه توی دستتون باشه، میتونید جا برای خودتون انتخاب کنید. یعنی دنبال مغازه باشید، دنبال مکانی که جمعیت خوبی داشته باشه، که یکی از واقعا مهمترین نکته ها برای تأسیس داروخانه مکان هست. چون شما مثل سوپرمارکت نیستید، در واقع شما یک فروشگاه تخصصی تر هستید که باید جمعیت اون منطقه رو بسنجید که حداقل خب یک جمعیت مثلا 5-6 هزار نفری داشته باشه که و اطراف اونجا هم داروخونه‌ای نباشه که خب نیازهاشون رو از یه داروخونه دیگه تامین نکنن و به سمت شما بیان. و بعد از اینکه شما خب مکانتون رو انتخاب میکنید، یه مغازه رو انتخاب میکنید، دیگه اون مغازه رو به معاونت به همون غذا دارو انگار معرفی میکنید، اعلام میکنید، اونها بازرس میفرستن. بازرسی انجام میشه. برای بازرسی هم یه سری نکات هست، مثل اینکه خب مکان قابل شستشویی باشه، رفت آمدش راحت باشه، رمپ داشته باشه برای معلولین. یه سری فاکتورهایی هست که توی خود آیین‌نامه نوشته شده، اونها رو باید داشته باشه. بازرس میاد تاییدیه میده که انگار فقط مکان شما تایید میشه. بازرسی دوم زمانی انجام میشه که خب شما باید تجهیز بکنید داروخونه رو، قفسه ها رو بزنید، سیستم هاتون، یخچالتون، سرمایش گرمایشتون تکمیل باشه. بازرسی دوم میان انجام میدن و مکان شما کاملا تایید میشه و یک نامه با عنوان نامه معرفی به شرکت ها و شرکت های آرایشی بهداشتی و دارویی به شما میدن که با اون نامه شما دیگه شروع میتونید عملا از شرکت ها دارو تهیه بکنید. خیلی هم جالب. پس این پرسه‌ای که حالا بعضیا فکر میکنن که یعنی میتونین این سوال رو پاسخ بدین که حتما باید پایان نامه‌شون رو دفاع کرده باشن و مدرکشون دستشون باشه، مدرک دانشگاهی، تا بتونن این پرسه ابتدایی داروخونه رو داشته باشن. قطعاً باید حتی طرحشون رو هم گذرونده باشن. حالا بعضی از عزیزان این پشتنه رو بذارید، حتما درسشون تموم شده باشه، طرحشون رو هم گذرونده باشن. حالا بعضی از عزیزان هستن که موافظ‌تر هستن، برای اونها اشکالی نداره، خب برگه موافقت از طرحشون هست و میتونن این درخواست رو داشته باشن. ولی پروسه زمانبریه، یعنی اینطوری نیست که شما امروز مثلا درخواست بدید مثل انگار مشاغل دیگه که سر 1 ماه بخواد کار شما راه بیفته. شاید این پروسه نزدیک 6 ماه طول بکشه، 6 ماه تا 8 ماه طول بکشه که بخواد اون مجوزهای شما بیاد. و بعد از اینکه دیگه نامه به شرکت به شما دادن، شما انتخاب میکنید که از چه شرکت هایی. شما 2 نوع خرید دارید، خریدهای داروییتون که باید حتما از شرکت های دارویی خرید بکنید، یه سری هم خریدهای بهداشتی و لوازم بهداشتی که اونها رو باید از شرکت های بهداشتی خرید بکنید. بعضی از شرکت ها مثل شرکت هایی که دولتی هستن، مثل شرکت البرز، حالا داروپخش و اینها که شرکت های هلدینگ های بزرگی هستن، اینها حتما از شما ضمانت میخوان که برای شروع به کار یه چک ضمانت از شما میگیرن که مطمئن باشن شما یک پشتوانه مالی دارید که میخواین خرید بکنید و اعتبار شماست در واقع. اون مبلغ چک رو میتونی بگی؟ هر شرکت فرق میکنه. برای فکر میکنم حداقل 100 میلیون و بعضی از شرکت ها حالا 150 تا 200 میلیون هم ممکنه چک ضمانت از شما بگیرن و خیلی مهمه به نظر من اون بحث شخصیت سازی، چون داروخانه علاوه بر اینکه یک مرکز درمانی هست، یک مرکز بیزینسی هم هست. بچه‌ها حتما باید توجه داشته باشن که یه سری مهارت‌های مدیریتی، مهارت‌های
برنامه ریزی رو هم توی خودشون پرورش بدن. من واقعا خودم از زمانی که تصمیم گرفتم به اینکه بخوام داروخونه تأسیس بکنم، شاید یه بازه 4-5 ماه هست که دارم مطالعه میکنم توی حوزه مدیریت، توی حوزه برنامه ریزی، که بتونم به هر حال اون بیزینسی که شما دارید شروع میکنید با برنامه باید جلو بره که موفق باشه. خیلی هم عالی. بعد خانم دکتر میخوام ببینم که به هر حال داروهایی که الان اینجا آوردین باید حتما شما اینا رو نقد میخرید یا نه مثلا باید چک بدین یا مثلا قبلش اینا رو سفارش داده باشین که براتون بیاد بر اساس اون مساحت داروخونه‌تون هست که چه داروهایی باید بیارین یا نه؟ این هم ببینید یک نکته مهمه، شما بر اساس منطقه‌ای که هستید برآورد میکنید که چه نوع داروها و لوازم بهداشتی اینجا فروش میره. مثلا منطقه خوبی هستید که مثلا همه چی خارجی بخواد فروش بره، یا نه منطقه متوسط پایینی هستید که محصولات ارزونتر مردم مخاطبش هستن. این رو برآورد میکنید بر اساس منطقه خودتون. خب انتخاب میکنید که چه داروهای ایرانی بخرید یا خارجی بخرید و بعد از اون بر اساس اون به شرکت ها سفارش میدید. در واقع هم به صورت چکی هست هم به صورت نقد شما خرید میکنید. خیلی عالی. خانم دکتر میخوام ببینم که چطور بعضی از داروخونه‌ها مجوز شبانه روزی دارن، بعضی از داروخونه‌ها مجوز روزانه دارن. اینم در موردش میشه توضیح بدین؟ ببینید در ابتدای کار خب به همه داروخانه‌ها مجوز روزانه میدن، یعنی 4 ساعت صبح فعالیت و 4 ساعت هم عصر فعالیت داشته باشن. ولی بعد از یه مدت که خب شما فعالیت میکنید و حسن نیت شما، حسن کار شما ثابت میشه و منطقه شما منطقه‌ایه که نیاز به داروخانه شبانه روزی داره، شما درخواست میدید. حدوداً شاید 3 ماه یا 6 ماه بعد از فعالیتتون گذشته باشه. بعد از اینکه درخواست دادید به حالا همون معاونت و گفتید که خب منطقه‌ای که نیاز داره به داروخانه شبانه روزی، اونها هم اگر تایید بکنن شما تبدیل به یه داروخانه شبانه روزی میشید که خب به هر حال دغدغه‌های داروخانه شبانه روزی خیلی بیشتره. ما الان در داروخانه روزانه یک پروانه تأسیس داریم و یک پروانه مسئول فنی که پروانه برای مثال برای من پروانه تأسیسم به نام خودمه، پروانه مسئول فنی هم به نام خودمه که باید توی اون تایم حتما حضور داشته باشم. ولی داروخانه‌های شبانه روزی باید 3 تا مسئول فنی معرفی بکنن، یعنی 3 تا دکتر داروساز، حالا توی 3 شیفت، یعنی یک شیفت صبح، یک شیفت عصر و یک شیفت شب تا صبح باید حضور داشته باشه حتما. برای همین واقعا خب دیگه فعالیتشون بزرگتر و سخت‌تر هم میشه. خیلی هم جالب، ممنون. خانم دکتر، کسایی که الان به هر حال افتتاح کردن مثل شما، تازه این کارشون انجام دادن، بعد میان فکر کنن همون روز اول کلی مشتری دارن، کلی الان کسب درآمدشون الان فکر کنن لول مثلا درآمد ماهیانه‌شون مثلا 100 میلیون در این واحد هستش. اما میخوام ببینم که توضیح بدین که حالا دلشون نشکنه، مثلا ناامید نشن از این کار. این یک توضیح اگه بدین ممنون میشم. ببین خب قطعا هر کسب و کاری رو شما شروع بکنید چند ماه اول واقعا باید زمان بذارید تا اون کسب و کار جا بیفته. قطعا داروخونه هم اینطوری نیست، مخصوصا الان که خب با آیین‌نامه جدید محدودیت‌ها برداشته شده. واقعا اون کسی موفق خواهد بود که بتونه خب مشتری مداری بکنه، نوین‌تر و جدیدتر کار بکنه، فعالیت داشته باشه تا بتونه موفق بشه. پس باید تلاش کرد در این زمینه که ناامیدم نشد، بعد کم کم دیگه به اون پوله که قرار برسه خواهد رسید ان شاء الله. خیلی ممنون. با توجه که اگه صحبت پایانی داریم برای کسایی که حالا افتتاحیه میخواد انجام بدن برای داروخونه‌شون، اگه سوال پایانی دارین در خدمت هستیم. مرسی از شما. فقط اینکه ناامید نباشن بچه‌ها. به هر حال این حوزه‌ای که شما 6 سال 7 سال تحصیل کردید، درس خوندید، تلاش کردید و میخواین به یه جایی برسید که اون برداشت اون زحماتتون باشه. اول از همه خیلی خوب فکر کنید که ببینید واقعا به این حوزه علاقه دارید یا نه، چون واقعا داروخانه زمانی که تأسیس بشه به حضور حداکثری شما نیاز داره، هم حضور جسمی و هم حضور فکری شما. پس در خودتون این رو وقتی دیدید اقدام کنید که خدای نکرده نخواین ضرر کرده باشید، ولی مسیر الان مسیر همواریه و میتونید موفق باشید در خیلی ممنون از صحبت‌های جامع و کامل شما و اطلاعات دقیقی که در اختیار دانشجویان و
دانش آموزان پیج ما دادیم که این دانش آموزان و دانشجویان با دید باز و آگاهانه بتونن این راه قدم بردارن و بتونن یک انتخاب درستی داشته باشن و با توجه به صحبت‌های خانم دکتر همیشه باید در این راهی که قدم برمی‌دارین آسته آسته برین، خسته نشین، چون یک دفعه‌ای که همینجوری که قدم برمی‌دارین فکر می‌کنین که سریع به اون نقطه آخر خواهید رسید. نه، باید از مسیری که داریم میرین لذت ببرید. امیدوارم که این صحبت‌ها و این مصاحبه برای شما مثمر ثمر باشه و بتونید یک انتخاب آگاهانه و درستی داشته باشید.